به هشدار میدم اگه ناراحتی قلبی داری این ویدیو رو تماشا نکن، به خاطر اینکه ممکنه بمیری. یکی از مهمترین سوالاتی که ذهن هر انسانی رو که روی کره زمین زندگی میکنه رو به خودش مشغول کرده اینه: وقتی میمیریم چه اتفاقی میفته؟ دین‌های مختلف از بودا، اسلام و مسیحیت درباره زندگی پس از مرگ دیدگاه‌های مختلفی دارن، ولی باز نمیشه گفت که همه این نظرات درست است یا غلط، به خاطر اینکه انسان‌های زیادی هستن ادعا میکنن آن دنیا رو دیدن و کاملا متفاوت از اون چیزی بوده که ما تصورشو میکنیم. اما چرا؟ به خاطر اینکه 50% مردم دنیا فکر میکنن وقتی روح از بدن جدا میشه باید انتخاب کنن که یا برن جهنم، ولی این هم با دیدگاه اسلام فرق داره. به خاطر اینکه بر اساس قرآن و سخنان امامان و پیامبران وقتی یک انسان میمیره روح او در برزخ قرار میگیره و باید منتظر عذاب دردناک در روز قیامت باشه. اما این دیدگاه هم وجود داره که بین مردم جهان خیلی معروفه که وقتی ما میمیریم یک فرشته ما رو به سمت نور هدایت میکنه و به آرامش ابدی میبره. ولی چیزی که ما باید بدونیم اینه: مرگ پایان نیست و قطعاً یک شروع دوباره خواهیم داشت. به خاطر اینکه 30% از مردم جهان این باور رو دارن که وقتی متولد میشن زندگی میکنن و میمیرن دوباره در یک بدن جدید برمیخیزند و این چرخه تا روزی که به ملکوت و آرامش ابدی برسن ادامه خواهد داشت. افراد بسیار زیادی هستن که این ادعا رو دارن که قبلا مردن و این زندگی دوباری هستش که بهشون هدیه داده شده تا اشتباهات خودشون رو اصلاح کنن. تعدادشون هم زیاده، پس قطعا درست سنجیش میتونه مشکل باشه. به خاطر اینکه دانشمندان و پزشکان زیادی هستن که به ما میگویند از لحاظ علمی قلب و مغز انسان نابود میشه، چیزی از او باقی نمیماند. آنها به روح اعتقادی ندارند. اما در طول تاریخ به همه ما ثابت شده است که علم هم نمیتواند جواب همه سوالات ما را بدهد، به خاطر اینکه خود علم هم یک راز هستش. ما انسان‌ها در این جهان به دنبال ثروت، معروفیت، غذا و خیلی چیزهای دیگر هستیم، ولی اینها همه یک روزی به پایان میرسه. فرشته مرگ عزرائیل سراغ همه ما میاد و نمیشود از مرگ فرار کرد. مرگ یک نعمت بزرگ هستش که خداوند به ما هدیه داده، قدرشو بدونیم. ولی میخوام همه چیزهایی که تا اینجای ویدیو گفتم رو فراموش کنی. یک صندلی بیار و روش بشین، یا اگه تخت خواب داری دراز بکش و ذهن خودتو آزاد کن. فرض کنید دارید توی یک جنگل بزرگ زیر نور آفتاب قدم میزنید. به یک برکه آب میرسید، ازش آب میخورید، بعد متوجه یک نور خیلی عجیب میشید. به سمتش حرکت میکنید. اونجا یک نفر هستش به شما 2 حق انتخاب میده. اول اینکه در این جای زیبا تا ابد بدون هیچ مشکلی، هیچ نگرانی و اضطرابی و ترسی در کنار هزاران موجود زیبا و خانه‌های رنگین و نهرهای پر از عسل تا ابد زندگی کنید. یا انتخاب دومش اینه، انتخاب میکنه یا برگشت به زمین و دوباره همان زندگی که داشتید رو از اول، از لحظه تولد تا این لحظه‌ای که زندگی کردید و مردید تجربه کنید، اما بدون اینکه چیزی یادتون باشه. کدوم رو انتخاب میکنید؟ داری میگی یعنی چی؟ نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. شماره 1 یا شماره 2. ما در جهانی بزرگ با کهکشانی میلیون ساله زندگی میکنیم.
اما گاهی وقتا ما اینو فراموش میکنیم که این همه چیزهای عجیب و غریب وجود داره. ولی باز افرادی وجود دارن که به زندگی پس از مرگ باور ندارن. شاید به خاطر این باشه که میدونن در این دنیا کارهای بد زیادی انجام دادن و ممکنه که در آن جهان عاقبت خوبی نداشته باشن. میخوام از شما که تا اینجای ویدیو اومدید تشکر کنم. زندگی یا مرگ چیزهایی هستن که واقعا ما نمیتونیم دربارشون نظر بدیم. میتونیم ایده بگیم، میتونیم نظر قرآن، احادیث، امامان و خیلی افراد دیگر رو بگیم، اما باز علم ما ناقص خواهد بود و باید ببینیم که در آینده آیا ممکن است به جواب ساده تر برسیم یا که خیر. اما چیزی